اگه لاکچل آب نباتیت ضعیفه 2 لایه بزن، اگه غلیظه 1 لایه کافیه. من اینجا 1 لایه زدم، گذاشتم داخل دستگاه، خشک شد 60 ثانیه. دوباره لایه دوم زدم، رو خیسی لایه دوم چند تا خط خطوط سفید ایجاد کردم و با لوله خودکار بهش فوت کردم تا لاکچل سفید پخش بشه. دوباره میذارم داخل دستگاه، 60 ثانیه خشک میشه. لایه دومو میزنم، البته که شما میتونید لایه دومو نزنید، دل بخواهیه. لایه دومو میزنم، رو خیسی لاکچلم خط و خطوط ایجاد میکنم، مثل سری قبل با لوله خودکار بهش فوت میکنم تا پخش بشه. شما هر شکلی که دلتون بخواد میتونیم بهش بدین. دوباره میذارم داخل دستگاه، 60 ثانیه خشک میشه و تاب ژلمو میزنم، اونم 60 ثانیه داخل دستگاه خشک میشه. یه اقیانوس به همین زیبایی تحویل میگیریم.